خوش آمدنی خوش آمدین سعدی جان خوش آمدی رحمان. من جوانو خوش آمدی بسیار خلصان شدم باور کرد تعمیر ایستادم فکر کردم گفتم کی را زنگ بزنم هرچی نمره سعدی جان بدای با این زنگ زدیم با این شما را زنگ زدن بهترین کورسی مبارک شود زودروز مبارک شود حضور رحمت رحمت خوش آمدی در کلام جو کردگیم که همه چی ایادی من نمیروید همه در کلام جو کردگیم درش دینید همش کجا دا همش کار نیست دیگه بچه ها نباید زنگ بزنی بیان نخیر آخه کامیل جان همین سردار سیمون منیشه بانو بود آخه همه همین چی درش دینی و توی معرکه میشید همین منیشه خودش گام میزن تشکیل چی بود تشکیل چی بود دیدی همینجا در کلام جو کردگیم به خدمت دونیم با نگفت شما نخیر من جوانو می اومدن یاد بیان میشتیم آخه راستی گپ کامل گفتم شونا گفتن هوا خنک که بعد راه دروازه نمیتونیم رفتن اینو میمو تبریک شونا سلامت باشن سلامت سعدی باشن کسا اومدیم سعدی جان خیلی میگم تو با بچه‌ای و خیلی منیجه اگه دختره با اومدن میتونه تست بیو خبر بگی آخه همون اومدگی تا هم 6 ماهی پیش اومدگی با فکرم دیگه نیومده یا با خبر بگیری خیلی 6 ماه و 20 فوریه دومده بودیم کو این راست میگه 20 کامیل جان تا همه سکلروز شدگی چی این روزگاه داریم پگاه ایود میرویا ای بودکی زوری همه چیزا در کلا جا میکنیم برای همون چی کاری میکنم همش در کلام جو کردگیم ای همه گودکیم تو همه کلونی ما همش دریا دوما در کلام جو کردگیم نه اوه ای سعدی جان همین فقط تعریف کنی در مولانا فقط خود تعریف میکنی همه چیزا در کلام جو کردم همه چیز در کلام ایستاده ای صنف یکمیم تو 12 من تو 11 در کلام جو کردم میگویو همین 10,000 سومون می از 3 ماه پیش من شما در قرض داده بودم سعدی جان در کلا جان نکنه بودی همیرا که بگیری بیاری با تیمای بارگی ای کامیل جان نه او 10,000 دادگی تا من در کلام نه در کیسم جو کرده بودم